بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از روشنفکری های شناخت علوم اسلامی این هست که تمام منافع بر همه حقوق بشر، تک تک اشخاص که به عنوان انسان هستند، از غرب و شرق عالم، بر منافع دین، بر منافع سیاست، بر منافع اقتصاد و بر منافع فرهنگ حریم خصوص خود اشخاص هست و این از اوامر علوم الهی در مکتب قرآن است و حریم هر کدام در منافع خود حفظ آن است، به شرط اینکه ستمگر، توطئه‌گر، خباثتگر و مفسد و حرام و غیرقانونی و غیر شرعی نباشد و ظلم و جور و ستم و استکبار و دیکتاتوری و زورگویی و کارشکنی نداشته باشد. اینها بخشی از علوم روشنفکری آزادی بیان در اصل و اساس دین سالم است. و السلام.